با نام خدا و عرض سلام احترام خدمت شما دوستای نازنین. خوشحالیم که باز یک روز دیگر فرا رسید که در خدمت شما باشیم از کانال هراتبورگ. دوستای نازنین، امشب شب عید، فقط دوست دارم که فقط همین فعلا برای شما تبریکی بگم. عید خوب و خوش داشته باشیم با همراه فامیل محترم به هر جای دنیا که هستیم. دوستای نازنین، سابسکرایب و لایک و شیر یاد شما نره. امشب شب عید ما به دم صرافی ها آمدیم، صرافی های هرات. میریم که نام خدا میبینیم که زیاد شلوغه دیگه. برای کسی کنیم میوه‌دانه به چی رقم حساب قیمت ها و مردم این 30 روز چی رقم سپری کردم. ماه مبارک رمضان، همراه ما باشیم. بازم تبریک باشه عید شما. ماما جان سلام علیکم. سلام علیکم. ساعت شما خوبه؟ قربان شما زنده باشین، سلامت باشین. عید دارم برای شما تبریک میگم. شما پیش تبریک میگیم. زنده باشین. عید خوب و خوش داشته باشین. دیگه چند دقیقه دیگه که ما و شما روزه داریم دیگه پیش نمیشه دیگه. امشب عیده. شاید هم امشب شه، شاید هم فردا شه دیگه. خب دیگه او به خدای پاک میفهمه. همین 29 روزه که روزه گرفتیم. بله. چی رقم برای شما تیر شد؟ خیلی به خوشی و راحتی تیر شد. بسیار خوب. خب اینجا استادیم خیریت باشه. بله اینا استادیم، همین چند دونه کیکی آوردیم بفروشیم که می پرده ما شوید بشه. ماشاءالله. این کیکا دوستای نازنین جا شما سبز، این کیکا به شکل خونگی معلوم میشه. به خونه پخته؟ بله به خونه پخته میشه. یعنی خود شما قلنتی نداره؟ نه اینا به خونه تیار میکنیم میاریم میفروشیم. خب تنها وظیفه شما به می شبا عید یا به می شبا عید آوردیم اینا رو میفروشیم. بعد از عید باز شغل ما دیگه شغل ما سه چرخ کار میکنیم. خب چرا شما وقتی می وظیفه بلدیم چرا برای دکاندارا توزیع نمیکنید؟ برای دکاندارا امشب خود اینا کارگاه دارم درست میکنم. خب باز خونگی تا به حساب قلنتی فرق نمیکنه؟ فرق میکنه، باز این مواد بیشتره. خب اینا خود طرف خود جور میکنی یا خود شما شخصی؟ نه با خونه فامیل تیار میکنم و میاریم. خود شما بلد نی؟ نه. اگر خود شما بلد می بودیم 5 دونر تیار میکنین چند دونر میخوردین؟ یک میخوردیم. حقیقت؟ چایا چی بود؟ زعفرانی یا سیاه؟ چای سیاه. بسیار خوب. به این مدت بله مثال به سندای 30 و 50 که بودیم از شخصی فامیل کلانتر از خود ایدی هم بگرفتیم. بله مثلا کی؟ مثلا بابو پدر کلان همین فامیل دیگه. خب به بچه ها که به اولادا ایدی میدیم دختر و پسر فرق میکنه؟ نه پسر دختر نداره. پسر هم ایدی میدیم به دخترم. خب بیشتر ایدی به مادر بچه ها میدیم یا به بچه ها؟ نه به مادر بچه ها بیشتر میدیم. چند فرقی نه؟ 1000 بیشتر یا کمتر؟ 1000 مادر بچه ها 100 روپیه 50 روپیه و 900. یعنی خاطر شما رو میبینم میگم نه حقیقت میگم لط نخورید. نه حقیقت میگم. خب خوشحال شدیم از دیدن شما. خوشحال شدم از تلویزیون شما، تلویزیون تابان شما خیلی تلویزیون خوبه. قربان شما، سلامت باشین. تشکر از شما. بخیر باشین. دوستای نازنین، امشب شب عید، واقعا نگاه میکنین که داخل از این جاده نام خدا یک ذره مردم تردد میکنه که از حساب تیره. یعنی در کنار صوفی صاحب سلام. ساعت شما خوبه؟ شکر شما خوبه. قربان شما. عید دارم برای شما تبریک میگیم. سلامت باشین. به شما. قربان شما. نام شریف خور بگیم. مصطفی. خب داخل از این دکون داخل شدیم، خیریت باشه. میخوایم میوه عید بخریم ان شاء الله. بسیار خوب. میوه عید گپ بزنیم امسال تا به پارسال چند فیصد قیمت بالا رفته؟ به خاطر که فکر کنم از مسئولیت شهرولی هم مسئولای شهرولی هم اینجا تشریف دارم و باز از اینا اگه برشه بپرسید. امسال خیلی گران شده نسبت به آینده. سال قبل امسال خیلی گران شده. امسال خیلی گران شده. خب علتی رو نمیفهمید؟ نه علت. تشکر. قربانش. سلامت باش. سلامت.
لالا جان سلام. سلام تیار دارم. ساعت شما خوبه؟ جان شما جوره تیار خوشحالیم. زنده باشیم. عید شما مبارک. عید شما مبارک پیش از پیش. سلامت باشین قربان شما پیش از پیش دیگه نه البته یک سم دیگه بمونده. دیگه بخیر. و صبر دیگه حال مگارم امشب بگن دیگه امشب عیده. امشب شب عیده ها خب بخیر. این 30 روز ماه مبارک رمضان. انشالله. به خوبی تیر شد. انشالله به خوبی و خوشی. خب مریض خسته کنه شد. نه شکر نه. الحمدلله. خیلی هم فکر کنم به وجود فایده کرد. بی فایده کنیه. بسیار خوب الهی شکر. خب میرسیم حساب قیمت ها. امسال تا به پارسال چقدر فرق کرده میوه دونه؟ حالا دیگه هیچ که مسلمه که قیمت ها فرق کرده، کار کسبی کمه، قیمت ها بالا. خب علت نمیفهمیم. علت بیکاریه. خب بیکاری به قیمت چی کار داره؟ کار داره چه کنه وقتی پول نداشته چیز خریده نمیتونی. نخراب دلار که میفهمین خودشون که از پارسال تا امسال چقدر فرق کرده. ما و شما دو شخص داریم، یکی حساب شارولی برادرای امارت اسلامی، یکم تاجر صاحبای. شما میگیم از این دو شخص کدوم اگه قیمت ها بالا کشیدن؟ جار بالا میکنه. امارت که نگفتن اقرار بالا کشیم. راست میگه. خب همین تاجر صاحبا برادرها که ما و شما فعلا برنامه ما تلویزیون ما جهانیه، شما رو مشاهده میکنم، حتما میبینم کسای تاجرایی که به کشورهای خارج هم. چرا بالی از این مردم رحم نمی کنم؟ چرا نگاه نمی کنم؟ تمام مردم از گشنگی به رو خورفته، زندگی خود ترک کرد. نفس خور نمیکشم، بفهمیدیم خون ملت میخورم. خب به نظری شما سوء استفاده حلاله؟ خب نه دیگه اون چیز مسلمیه که ظلم میشه برای آدم غریب بیچاره. خب میگم پسته و جلغوزه و همی بادام خیلی گران شده. اگه به بینندم معلومات بدین که 1 کیلو پسته چند هست؟ 1 کیلو پسته مالی میپرسه 9.5 سه. بعض جا که 1200 هم هست. ولی اینجا خب منطقه فرق میکنه، ارزان تره به وجه بعضی دکونایی که مخصوص به نخود بریزی ها که هست بسیار اونا خب از گرون میرن. بسیار خوب. به نظری شما اگر مسئله مجبوری نبودی همین 9.5 افغانی شما زور نمیداد؟ چطور زور نمیده؟ خب مجبوریم دیگر شب عیدیه به اصطلاح رسم و رواج ما مردم هست که باید یک سفره چیزی به خود تیار کنیم که 4 تا قوم خیش میایه باید بستنیم. مجبوریم. اگه نه که ما قبلا همین سفره عیده به 4-5 هزار حال به 10,000 نمیتونیم پر کنیم. راست میگه. تشکر از شما. خواهش میکنم. قربانش. موفق باش. بخیر. دوستان نازنین، خدا کنه که تا به این لحظه برنامه برای شما خسته کن نبوده و انشالله نیه. ما داخل بازار صرافی هستیم که این منطقه برای شما معروفه. میبینیم دکونا نام خدا میته جلوبل، منتها حیف گناه از این مسلمانان نیه، حیف که جنسا به کل دیگه اینا دونگی حساب میشه. هر دونی پستی 1 افغانی میفته، یعنی 1000 بیشترتر بفته، دونی داری پشاد بفته که همین چیزی که معلومات داریم. ما از برادرای تاجر به حیث برادر کوچک خواهشمندیم که یک ذره مراعات کنم. واقعا ظلمه. 1 کیلو پسته 1200 1000 افغانی قیمت اینه. بادام اینا کیلو چنده برار؟ 750. خب 7,500. یک وقتی به 1000 افغانی سفره مینداختم. حال 1 کیلو بادام 7,500 پستم 1200 افغانیه. خب لالا جان سلام. سلام علیکم. ساعت شما خوبه؟ قربان شما. سلامت زنده باشیم. عید شما هم تبریک باشه. همچنان تشکر. بنده احسان الله، یک تن از دکانداران کوچه خراسان، عید پیش عید سید فطر را به تمام هموطنان عزیز افغانستان تبریک و تهنیت عرض می‌دارم و از شما هم سپاسگزاری میکنم که قدر از این مردم را شما میدانین. غیر از شما دیگه کسی نیه غمخواری ندارن اینا که صدا از اینا به گوش مسئولین برسانن. تشکر از شما.
کاش که نمیگفتون پیش از پیش، به خاطر کمی امشب دیگه 2 ساعت دیگه 1.5 ساعت دیگه به افطار مونده، انا عید میشه دیگه. باز خب بازم همون پیشا پیش میشه. خیره. خب 30 روز 29 روز ما و شما فعلا روزه گرفتیم. روزه خوب تیر شد بال شما؟ شکر الحمدلله بسیار خوب بود. روزه خوب و خوشی بود که انشالله خداوند متعال برای همگی از جوانا و همگی از اشخاصی که با اونا روزه فرضه، ما از خداوند متعال خواهانم که برای از اونا توانایی ازیر بده و از اونا هم خواهش میکنم که روزه رو تماما بگیرن با تمام جوانب، یعنی هم از حساب از که عضو بدن از اونها باید روزه داشته باشه، یعنی تمامی عضو بدن از اونها روزه داشته باشه، هم از حساب از که از خورد و نوش، هم به حساب از که مواظب چشم، گوش، دهان و اینا باشن. همچنین افسوس. خب برارم همین دیکونه حتما که این نخود بریزی نبوده، میوه نداشتیم، شاید چاکلت چیزی یا دیگه شیرینی داشتیم. چند شب میشه که تغییرات آوردیم؟ تقریبا 1.5 هفته میشه. 1.5 هفته. خب از اینکه امسال کمک گیرونی هم هسته، کاروبار چی رقم؟ والله شکر، هرچی خواست خداوند باشه ما خب خواست خداوند نمیتونین شکی های ایجاد کنیم چی، اما فعلا به خاطر از اینکه نرخ‌ها بالای مرد چون سعی میکنم که به یک نفری که مثلا که می از چیزی بخره سعی میکنم از اون فایده خیلی کم بگیرم، چون میفهمم که وضعیت اقتصادی از مردم خرابه کلا. اما جنسار هم خداوند خیر بده تو جارای ما و شما که نرخ‌ها رو 2 برابر کردن، یعنی اکثریت جنس حال 1 کیلو پسته به او ایدا که سابق مثلا کاروبار بوده به 700 شده به 1000 روپیه، 1200 1 کیلو پسته افغانی. واقعا ظلمه، واقعا اینجا ظلمه. بعد یک کمکی چون تاجر صاحبام از این خاکم، از این مردمم، از این وطنم، بعد یک شاید امکان داره گناه از اونام نباشه، امکان داره گناه از اونام نباشه. می جنس شاید که به دلار و کالدار و چی و چی تبالش یک حسابه. خب انا باز میگم که دلار با پایین اینا هم بیشتر تر رو به بالا میره. خب تشکر از شما. قربان شما، به سلامت، خیر بینین. تشکر. سلامت باشین. سلام علیکم. زنده باشین. دوستای نازنین، ما فعلا هم داخل خراسان، جاده خراسان هستیم که مربوط به صرافی‌ها میشه. یک چند تا دکان دیگه هم میریم که ببینیم اول مردم پرسان کنیم. از شما دیگه خواهشمندم که کنترل خود باور نداریم ای بری بر بدهیم، به خیر خوشی بریم. همراه ما باشیم. دوستای نازنین، خدا کنه که برنامه برای شما خسته کن نبوده باشه. بازم آمدیم داخل یک دکان دیگه که اینجا میته ایف که افسوس که افطاری، کاش که یک ماه ماه مبارک رمضان می بود که از این خرما نوشیجان میکردیم و افطار میکردیم. لالا جان سلام. سلام علیکم. ساعت شما خوبه؟ خوبه شکر. سلام. قربان شما. نام گل خورا اگه بگید. نام فضل احمد. بسیار خوب. ایر بگین که شما مشتری یا دکانداری؟ ما دکانداریم. خب چند کرا میدین؟ ما 30,000 تقریبا کرا میدیم. خب زیاد نیه؟ خیلی هم زیاده. چرا؟ بسیار خوب. همین دکان شما همین شغله یا دیگه شغل دیگه؟ از ما فصلیه، بعد همین شغل ما همین شغله. آها بسیار خوب. خب از چند روز از این ماه مبارک رمضان گذشت که شما شغل مثلا به کنار از این میوه خشک هم بیاوردید؟ فقط از اول ماه مبارک رمضان ما میوه خشک آوردیم. بیشتر از اون بیشتر هم سال به 12 ما داریم. آها داریم. همین تا عمده خوب. عمده هم داریم، چکنه هم داریم. بله. ماشاءالله، یعنی خوبه. خب این چند روزی که به عید مونده بوده کمک کاربارا بیشترتر شروع میشه چون مجبوریه. چی رقم بود مردم؟ غیر از امروز که خوب بود دیگه همه روزا خراب بوده. حقیقت رستگی. واقعیته. بله. خب علتی چیه؟ گناه از کینه که خیلی جنسا بالا رفته، خصوصا میوه خشک. میوه خشک از ایران خاطر که ملی و خیلی ملیه میخوره به همین حساب بالا رفته، دیگه حسابی نداره. خود دیگه وقتا خیرات می آوردن؟ دیگه وقتا قاچاق می آوردن، ارزان‌تر می‌افتاد. حال ملی خیلی میسونه، خیلی هم می‌خوره. منظور شما پیش از این به 7 ماه پیش بوده که قاچاق می اومده؟ بزید مثلا قاچاق می اومد، جنس بیشتر قاچاق می اومد، ارزان بود، حال قاچاق نمیاد گران‌تر. خب بعضی دوستا صحبت از دلار میزنم، این هم مربوط به دلار کنه میشه؟ چرا؟ به خاطر که پول میده به بازار چالش نداره، مالا خود به دلار میکشن.
متوجه شده؟ بسیار به دلار مربوط نمیشه که دلار به چندی بود به چندی هست، چون که جنس بیشتر ایرانیه. بسیار خوب. شما اگر یک شخصی میبینید که از توان شما میبود به حق از این مردم غریب و بیچاره چه کار میکردیم؟ بابت همین جنس ما خود کوشش میکنیم که اول که این مردم بیچاره از ما جنس بخره به قیمت مناسب برای اینا بدیم، گرون ندیم برای آن. هر چه که توان ما باشه برای ما مراحت کنه به خاطر ماه مبارک رمضان و عید، چون که اونا توانایی خرید بالا ندارن. متوجه شدید؟ به توان ما هر چی باشه برای نامراحت کنه. سوء استفاده با عمر خوبه کردیم؟ به زندگی نکردیم. به نظری شما سوء استفاده کار خوبی است؟ کار خیلی کار خراب و کار بده. تشکر از شما. زنده باشید. خوشحال شدیم. دوستای نازنین گل، خدا کنه که تا به این لحظه برنامه برای شما خستکون نبیده باشه. سابسکرایب تو لایک و شیر هم همون زنگولگه که به گردن گوسفندا بیبی منیه او را حتما فشار بدین. تمام نمایشنامه و گزارش‌ها ما میتونیم مشاهده کنیم. باز هم دوباره و سواره عید سعید فطر به تک تک شما عزیزای دل تبریک میگم. ناگزیر این که با شما به داخل همین دکان بازی طفلا و جوانا و برادرها خداحافظی کنیم، چون جای دیگه هم میریم. تا به فردا شب شما به الله پاک میسپریم. خدا حافظ و نگهدار شما به مثل ماه مبارک رمضان. همیت عید خوبی هم داشته باشیم. بخیر باشیم. سلامت باشیم.